سرخط خبرها. عقب نشینی ترامپ پس از هشدار قاطع ایران. واشنگتن از گفتگو میگوید و تهران تکذیب میکند. آخرین روز آتش بس میان کابل و اسلام آباد. نگرانی از بازگشت به درگیری‌های گسترده افزایش یافته است. پاکستان از گذشته‌های دور نسبت تأسیس همه را تلاش کرده که در افغانستان این حکومت‌ها را ضعیف بسازه، حکومت‌ها را مزاحمت ایجاد کنه. و رد انتصاب جدید در سفارت افغانستان در برلین. وزارت خارجه آلمان بر تداوم خدمات قنسولی تاکید کرد. اسلامي امارات د ملت سره همغږي وکړي چې ترڅو څنګه وشو کولای د نړۍ سره اړیکې جوړې کړو. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق با من عایشه نیازی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 4 حمل 1405 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 24 مارس 2026 میلادی. مشروع خبر. در 25مین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، ضرب العجل 48 ساعته دونالد ترامپ برای حمله به تأسیسات انرژی ایران بدون اجرا پایان یافت و ساعت پیش از موعود از تصمیم خود عقب نشینی کرد. ترامپ همچنین از گفتگوی سازنده با ایران سخن گفت، اما تهران هر گونه تماس را تکذیب و آن را تلاش برای دستکاری بازار انرژی توصیف کرد. در 25مین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، معادلات میدان جنگ با چرخش غیر منتظره همراه شد. ضرب العجل 48 ساعته دونالد ترامپ برای حمله به تأسیسات انرژی ایران بدون اجرا پایان یافت و رئیس جمهور امریکا در واپسین ساعات از تصمیم خود عقب نشینی کرد. من دستور تعویق تمام حملات علیه تأسیسات انرژی و زیرساخت ایران را به مدت 5 روز صادر کردم. با مقام بلندپایه‌ای در ایران در تماسیم که از بیشترین احترام برخوردار است. دو طرف بر سر موارد عمده‌ای توافق دارند. مذاکرات ما در خصوص دستیابی به راه حل کامل و فراگیر برای توقف اقدامات خصمانه در خاورمیانه است. این مذاکرات طی این هفته ادامه خواهد داشت. ترامپ در حالی از گفتگوهای سازنده سخن میگوید که وزارت امور خارجه ایران هر گونه تماس میان تهران و واشنگتن را رد کرده و این ادعاها را تلاشی برای مدیریت بازارهای انرژی توصیف کرده است. همزمان برخی رسانه‌ها گزارش دادند که مقام بلندپایه‌ای که ترامپ مدعی تماس با او شده، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران بوده است، اما قالیباف این خبر را بلافاصله تکذیب کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این باره برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی است. مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمان کننده متجاوزان هستند. همه مسئولین تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستادند. در سوی دیگر نتانیاهو پس از گفتگو با ترامپ گفت که رئیس جمهور آمریکا باور دارد دستاوردهای نظامی میتواند در قالب توافقی برای تحقق اهداف جنگ به کار گرفته شود. رئیس جمهور ترامپ باور دارد که میتوان دستاوردهای بزرگ به دست آمده با ارتش امریکا را به گونه‌ای به کار گرفت که اهداف جنگ در قالب توافقی تحقق یابد. توافقی که منافع حیاتی ما را حفظ کند. همزمان ما به حملات خود به ایران و لبنان ادامه میدهیم. در داخل امریکا نیز این جنگ با موجی از انتقادها روبرو شده است. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی امریکا از نبود آمادگی و برنامه‌ریزی سخن میگوید و نسبت به پیامدهای راهبردی آن هشدار میدهد. مردم امریکا آماده نبودند، کنگره آماده نبود و متحدان امریکا نیز آمادگی نداشتند. ایران به این درک رسیده است که با مسدود کردن تنگه هرمز چه میزان خسارت میتوان ایجاد کند. مسیری که حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می کند. همزمان موجی از همبستگی مردمی در کشمیر، لبنان و فلسطین شکل گرفته و کارزارهای برای جمع‌آوری کمک به مردم ایران راه اندازی شده و شماری شهروندان با اهدای پول، طلا و وسایل شخصی حمایت خود را ابراز کردند. با وجود ادعای مقام‌های آمریکایی درباره انجام گفتگوها، مقام‌های ایرانی تاکنون هر گونه تماس را رد کردند.
به نظر می رسد به دلیل حملات امریکا در جریان دو دور مذاکرات پیشین و استفاده از مذاکره به عنوان ابزار غافلگیری، تهران اکنون با احتیاط بیشتری در این زمینه موضع می گیرد. در ششمین و آخرین روز آتشبس موقت میان کابل و اسلام آباد وضعیت در مرزها همچنان شکننده گزارش شده است. با وجود توافق آتشبس، موارد از نقض آتشبس از سوی نیروهای پاکستانی ثبت شد و نگرانی ها از بازگشت به درگیری های گسترده تر افزایش یافته است. گزارش از نستر نمیری. در ششمین و آخرین روز آتشبس موقت میان کابل و اسلام آباد، وضعیت در مرزهای دو کشور همچنان شکننده گزارش می شود. با وجود توافق بر کاهش تنش‌ها، موارد متعدد از نقض آتشبس از سوی نیروهای پاکستانی ثبت شده است. این نقض‌ها نگرانی‌ها را درباره دوام و احتمال بازگشت به درگیری‌های گسترده‌تر را بیشتر کرده است. جنگ پاکستان و افغانستان تا زمان به صلح پیوند نمیخوره که پاکستان استراتژی خود در قبال افغانستان و مردم افغانستان تبدیل نکنه. شما میدانین که پاکستان تقریبا نیم قرن 50 سال است که برای از بین بردن نیروهای نظامی و قوتهای نظامی ما و تفرقه و بدبختی در جغرافیای افغانستان فعالیت کردن. در همین راستا برخی آگاهان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که تنش‌ها میان بازیگران مختلف در کابل و اسلام آباد به ارتباط با تحولات گسترده‌تر در منطقه خاورمیانه نیست. به گفته آنها، شبکه‌های نفوذ، جریان‌های ایدئولوژیک و تغییر موازین قدرت در این منطقه گاه موجب تشدید یا کاهش این تنش‌ها می‌شود. این جنگ یک نوع ربطی با جنگ خاورمیانه دارند از طرف امریکا که بالای ایران تحمیل شده و خلاف تمام موازین هستند. اونا هم فکر کنیم که به نفع ملت تمام خواد شدن و روی غاصبان و روی ظالمان سیاه خواد بودن. قسمی که امریکا دیده می شود در روی جنگ هم خود جمع کرده می روند. شمار از آگاهان باور دارند که سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان ریشه در گذشته‌های دور دارد. به گفته آنان، اسلام آباد همواره تلاش کرده است تا حکومت‌های افغانستان را تضعیف کرده و با ایجاد بی‌ثباتی زمینه نفوذ خود را در کشور گسترش دهد. پاکستان از گذشته‌های دور نسبت تأسیسش همواره تلاش کرده که در افغانستان این حکومت‌ها را ضعیف بسازه، حکومت‌ها را مزاحمت ایجاد کنه، یعنی بدیلش فکر بکنه و گویا مخالفینش همیش تمویل و تجهیز بکنه. این فقط همیش خواست چمی بوده و تا حد زیاد تانسته به این خواست خودم برسه. پس از پایان آتشبس موقت که به مناسبت عید سعید فطر میان کابل و اسلام آباد برقرار شده بود، اکنون نگاه‌ها به گام‌های بعدی دو طرف و سازوکارهای مدیریت تنش معطوف شده است. تجربه نشان می‌دهد که بدون تضمین‌های قابل اعتماد و مکانیزم‌های شفاف نظارتی، بازگشت به رویارویی و تجدید درگیری‌ها دور از انتظار نخواهد بود. در پی گزارش‌ها درباره تعیین نماینده امارت اسلامی در رأس سفارت افغانستان در برلین، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که از نظر حقوقی هیچگونه تغییر یا انتصاب جدیدی را نمی‌پذیرد. با این حال وزارت خارجه این کشور بر ادامه خدمات قنسولی تاکید کرده است، اما امارت اسلامی تاکنون در این خصوص واکنش نداشته است. گزارش از اناهیتا اندر. وزارت خارجه آلمان در واکنش به گزارش‌ها درباره تعیین نماینده امارت اسلامی در رأس سفارت افغانستان در برلین اعلام کرده که از نظر حقوقی هیچ تغییر یا انتصاب جدیدی را در این نمایندگی نمی‌پذیرد. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده است که ادامه خدمات قنسولی به ویژه صدور ویزا و پاسپورت برای برلین اهمیت دارد و این اسناد باید از سوی اداره امارت اسلامی نیز پذیرفته شود. وزارت خارجه امارت اسلامی تاکنون در این زمینه واکنش نداده است. کشور آلمان تحت رهبری آقای مرتز توقع داره که باید افغانستان یک مقدار به خواستهای جهانی رویکرد کنه. در این حالت میشه که خدمات قنسولی برای مردم افغانستان که در کشور آلمان نزدیک به 120,000 نفر زندگی میکنن فراهم شود. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که برای گسترش و تقویت تعامل با جامعه جهانی، امارت اسلامی باید برخی اصول و معیارهای بین المللی را در چارچوب منافع ملی کشور بپذیرد. اسلامی امارت د ملت سره همغږي وکړي چې ترڅو څنګه وشو کولای د نړۍ سره اړیکې جوړې کړو. البته د اسلامي او افغاني اصولو طبقاتو سره
نو کچېرې موږ یو لړ اقدامات ونکړو له ځان طرفه په همدغسې یو آلمان نه بلکې نوره هیوادونه به هم زموږ سره لکه څنګه چې ښایي اړیکې جوړې نه کړي. نو ښه به دا وي چې حکومت هم په دې عرصه کې خپل کارونه ترسره کړي. بر اساس کنوانسیون و قوانین بین‌المللی به خاطر پذیرش سفرا، دیپلمات‌ها و مثلا قنصل‌ها از جانب کشورهای متقاضی برای کشورهای میزبان یک سلسله قواعد مشخص وجود دارد که هم کشور متقاضی آن را باید در نظر بگیرد و همچنان کشور میزبان باید با آن توافق کند. در صورت عدم توافق کشور میزبان دیپلمات چه سفیر باشد چه قنصل باشد و سایر که دیپلمات‌ها نمیتوانند کار خود را در این کشور آغاز بکنند. چنانچه آلمان پیشتر دو نماینده امارت اسلامی را در سفارت و قنصلگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته بود که هدف از این اقدام تسهیل همکاری فنی در زمینه خدمات قنصلی و بازگرداندن افغان‌های دارای مشکلات مهاجرتی گفته شده بود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.